سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم ششم ایون تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط مهم روز در این برنامه. عزت امان را باز به 6 سال دیگر زندان محکوم کردند. 7 عضو بازداشت شده کمیسیای 44 را از خوراق به دوشنبه آوردند. تعقیبات بحث شود. اظهارات سازمان‌های ژورنالیستی تاجیکستان. 2 مهاجر تاجیک به قتل و غارت کارفرمایشان عیبدار میشوند. 107 مهاجر تاجیک و ازبک را برای یک احمق از روسیه پیش میکنند. هلاکت 2 جوان 18 ساله و زخمی شدن 9 کس در یک صدمه مدهش در مرکز دوشنبه. و اکنون تفصیلات خبرها. عزت امان حامی زندانی مهاجران تاجیک را به گناه قلابی به 6 سال دیگر حبس محکوم کردند. حکم روز 6 ایون در دادگاه نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اعلان شد. پیشتر او را به عین گناه 9 سال از آزادی محروم کرده بودند. مقامات حکمش را درست و قانونی میشمارند، اما جانبدارانش دارای انگیزه های سیاسی میدانند. مرافعه روز دوشنبه با حضور وکیل مدافع، پیوندان و دعواگران گذشته است. محمد یوسف خالف پسر عزت امان روز 6 ایون به رادیوی آزادی گفت آماده بودند پول دعواگران را در حضور دادرس و دادستانی بپردازند، ولی به یگان پرسش و پاسخ حکم را خواندند و رفتند. یکی از دعواگران هم گفت آنها را نزدیکان عزت امان به مرافعه خواسته بودند تا بیایند و پولهای خود را بگیرند. دادرس نظر ما را نپرسید و حکم را اعلان کرد. مشورت کرده بودیم که در تالار دادگاه مبلغ ها را میگیریم، افزودم صحبت ما. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادرس نسبت به او راضی نیستند و بازبینی حکم را تقاضا خواهند کرد. قبلا دادگاه عالی تاجیکستان درخواست آنها را برای بازبینی حکم پیشینش رد کرده بود. عزت امان ماه مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و در فرودگاه دوشنبه دستگیر و بعداً به گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم شد. به اطلاع دریافتی 7 عضو بازداشت شده کمیسیای 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از خوراق به دوشنبه فرستادند. سبب تصمیم معلوم نیست. مقامات درباره بازداشت و اتهام ضد آنها چیزی نمیگوید. با کمیش 3 منبع از هم جدا به رادیو آزادی روز 6 ایون گفتند که این افراد به گرفتن مبلغ‌ها از خارج گمانبر میشوند و در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نگهداری خواهند شد. موقع خود آنها و شخصان نزدیکشان دسترس نیست. رادیو آزادی تا این دم نام 5 نفر آنها را معلوم کرد. فراموز ارگاشوف، حقوقدان و داوطلب کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2020 که نامزدیش ثبت نام نشد. خرسند محمدشایف، برادرزاده روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفت خانم محمدشایف و منوچهر خالق نظرов، مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر و عضو ائتلاف ضد شکنجه مظفر مبارکشایف، فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان بختاور بختیاروف، فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان، آخر ماه امسال 13 عضو کمیسیای 44 در خوراق به بازپرسی دعوت شده. بعضی آنها رها ولی قسمی دستگیر گردیدند. آنها را گویا به گرفتن پول از محیدین کبیری، رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، 2 سازمان ممنوع در تاجیکستان، متهم دانستند. مقامات در این باره به طور رسمی چیزی نمیگویند. در گزارش تلویزیون‌های دولتی بعضی ناراضیان را به گرفتن دستور و مبلغ از خارج متهم می‌دانند. مخالفان این را به اساس و بهانه برای سرکوب ناراضیان و فعالان بدخشان مینامند. افراد نزدیک به کمیسیای 44 دریافت مبلغ را از بیرون رد می‌کنند، اما میگویند آن را زادگان بدخشان از روسیه فرستادند، نه مخالفین حکومت از اروپا. تنها مهاجران زادگان بدخشان برای داشتن دفتر کاری و تهیه سندهای کمیسیای 44 مدد کردند. آن هم به روبل روسی. حجت بانک هم هست. مردم فقط میخواستند که حق به اقدار برسد. کمیسیای 44 نماینده آنها بود. علاوه کرد امصوبت ما. کمیسیای 44 در پی اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان تشکیل شد. به آن اساس فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان شاملند. 6 نفر آنها عضو گروهی هستند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی عبارت بوده حادثه‌های ماه نوامبر سال گذشته را در خوراق تحقیق دارند. تنش‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن افزایش گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابیکوف، یک ساکن روشقله کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند
و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسیون 44 در این حادثه مذاکرات کننده اساسی با مقامات بودند. با میانروی آنها به اعتراض 4 روزه در خاروخ خاتمه داده شد، اما بعدا از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها ابراز ناراضگی کردند. در پی بازپرسی 5 ساعته و لطوکوب ژورنالیست و بلاگر شناخته دلیر امامعلی از جانب مقامات ناحیه شومنصور شهر دوشنبه، یک گروه سازمان‌های ژورنالیستی تاجیکستان لطوکوب فشار و زیر تهدید پاک کردن چند مطلب این ژورنالیست در تاریخ 4 ایون، همچنین لطوکوب خبرنگاران رادیوی آزادی و از آنها مصادره کردن تلفن و دستگاه‌های نواربرداری، مصادره تلفن و کامپیوتر خبرنگار آزیا پلوس رمزی میرزابیکووا را محکوم کرده از این حادثه و اظهار نگرانی کردند. در این اظهارات که روز 6 ایون از نام 10 سازمان نشر شد گفته می شود تاجیکستان همچون کشور دموکراتی و حقوق بنیاد در قانونگذاری خود از جمله کنستیتوسیا آزادی بیان را ضمانت یا کفالت داده، سنزور از جمله سنزور دولتی را منع کرده است. از این لحاظ نقض حقوق روزنامه‌نگار و بلاگ نویسان از سوی مقامات حفظ حقوق و نهادهای دیگر نارواست. ذکر شده است که در تاجیکستان مانع شدن به فعالیت قانونی کسبی روزنامه‌نگاری را جنایت اعتراف کرده، برای چنین عمل در ماده 162 کودکس جنایتی جمهوری جزا مقرر کرده است. سازمان‌های روزنامه‌نگاری این گونه فشار و تعقیب، لطوکوب و مانع شدن به فعالیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را خلاف منفعت‌های ملی تاجیکستان دانسته، مطمئنند که این کار از سوی مقامات دولتی باعث پش شدن آبروی بین المللی تاجیکستان و رهبری سیاسی آن در سطح منطقه و جهان می شود. سازمان‌های روزنامه‌نگاری قضیه‌های وقت‌های اخیر و فشار به آزادی بیان و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان همچنین معیار کنستیتوسیونی دانسته ادامه یافتن آن را به ضرر جامعه تاجیکستان می‌دانند، خصوصا در شرایط امروز منطقه و جهان. سازمان‌های روزنامه‌نگاری بر اینند که آزادی بیان ارزش بی‌نظیر است و نباید تحت حادثه‌ها و بهانه‌های دیگر به فعالیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مانع‌گذاری شود. با نشر این اظهارات مشترک و بیان نگرانی از وضع به عمل آمده، سازمان‌های روزنامه‌نگاری ضرور می‌دانند که فشار و تهدید و تعقیب و لطوکوب ژورنالیستان در تاجیکستان بس کرده شود. مقامات از جمله مقامات حفظ حقوق قانونگذاری کشور را در ساحه واسطه‌های اخبار عامه رعایت کنند و به قانون شکنی راه ندهند. عاملان نقض حقوق روزنامه‌نگاران به جوابگری کشیده شوند. قضیه‌های مانع شدن به فعالیت قانونی کسبی روزنامه‌نگاران از سوی مقامات ضددخل، موشکافانه تحقیق و عاملان این اعمال موافق قانونگذاری به جوابگری کشیده شوند. مقامات دولتی باید به این گونه قضیه‌ها جدی برخورد کنند و عاملان آن را پیدا و برای جامعه معرفی کنند. دلیر امامعلی روز 4 ایون با نشر یک ویدیو خبر داد که روز 4 ایون سال 2022 از ساعت 11 تا 5 ساعت از جانب مقامات حفظ حقوق ناحیه شومنصور بازپرسی شده است. دلیر امامعلی گفت در جریان این بازپرسی نسبتش از خشونت هم کار گرفتند و چند مشت و شپاتی به سر و رویش زدند. دلیر امامعلی گفت بازپرسی در موضوع 2 ویدیوی اخیر او درباره وضع خانواده‌های بود که خانواده‌شان را در محله پنجشیر ناحیه شومنصور چاپ کردند. او گفت از وی همچنین خواهش و طلب کردند که هر 2 ویدیو را از پنجشیر از شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب پاک کند. هم خواهش بود و هم طلب و ما این ویدیوها را گرفتیم، گفت دلیر امامعلی. این ژورنالیست و بلاگر جوان تاجیک در چند ماه اخیر با سلسله ویدیوهایش در موضوع داغ جامعه تاجیکستان سر و صدای زیادی برپا کرد و در یک مدت کوتاه شماره ابونچیان کانال دلیر امامعلی در یوتیوب قریب به 140,000 نفر رسید. 2 شهروند تاجیکستان سالهای تولدشان 2004 و 1990 با اتهام قتل بیرحمانه و غارت کارفرمایشان در شهر چکال ولایت تولا روسیه عیبدار میشوند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه ایرینا ولق خبر داد که هر 2 گمانبر را با ایزی گرم دستگیر کردند. گمانبر 18 ساله روز 5 آگوست ساعت 10 در فرودگاه ژوکوفسکی هنگام کوشش فرارش به تاجیکستان دستگیر کرده شده است و گمانبر دوم ساعت 12:25 در ولایت لنینگراد. نشریه محلی خبر داد که سبب مناقشه بین کارفرما و مردکاران میتواند از پرداخت پول طلب کرده مردکاران سرکشی کردن کارفرما شده باشد. به هر وجود به این 2 مهاجر تاجیکستانی اکنون برای کشتار بیرحمانه و غارتگری طبق قانون‌های روسیه تا حبس عمرباد تهدید می‌کند. بنا به فرضیه تفتیشات روز 4 ایون سال 2022 2 مهاجر که در حوله صاحبکار 52 ساله از شهر چکال و همسر 50 ساله او کارهای خواجگی را انجام می‌دادند با مقصد غارت پول و مال به صاحبخانه حمله کردند. در نتیجه لطوکوب مرد در جای حادثه جان داده است. سپس مردکاران همسر او را لطوکوب کرده
با تهدید با کرد مجبور کردند که در سیفش را کشاید. بعد این آنها بیش از 2 میلیون رو بوده دست و پای زن را بسته او را به حبس پرتافتند و خودشان رو به فرار آوردند. زن توانست از بعد رفتن آنها دست و پایش را گشوده از آب برآید و به پلیس زنگ بزند. پلیس به جای حادثه شهر چکالین ولایت تولا آمده جسد شور این زن را پیدا کردند. پلیس علامت‌های خود ارینتیروفکای گمانبران را بلافاصله پنهان کرد و علاقه ساعت 2:00 دقیقه پلیس فرودگاه دمدید و یک جای با کارمندان مرزبانی در فرودگاه ژوکوفسکی گمانبر اول شهروند 18 ساله تاجیکستان را دستگیر کردند. ساعت 12:25 دقیقه گمانبر دوم را کارمندان پلیس در ولایت لنینگراد بازداشت کردند. ریاست تفتیشات ولایت تولا خبر داد که در رابطه با این حادثه بر اساس چند بند کودکس جنایتی روسیه قسم دوم ماده 105 کشتار گروهی، ماده 162 غارتگری و قسم سوم ماده 30 قسم دوم ماده 105 سوءقصد به کشتار گروهی پرونده جنایتی گشودند. به زادگان تاجیکستان برای غارتگری از 8 تا 15 سال زندان و برای کشتار و قصد کشتار از 8 تا 20 سال زندان و حتی حبس عمرباد تهدید میکند. دادگاه نویای ترویسک شهر مسکو هفته گذشته در مورد به بازداشتگاه شهروندان خارجی رو به اخراج انتقال دادن یک گروه بزرگ مهاجران تاجیک و ازبک 107 قرار قبول کرد. این مهاجران در پی زنوزنی روز 1 اپریل در محله ساختمان بنای استقامتی گرانبهای ژک سرس استالیتسه در موضع شلیپیخینسکای نابرژنای شهر مسکو با جرم می دعواباشی به جوابگری کشانده شده. در پی ریاست مسائل مهاجرت پلیس شهر مسکو قرار دپورتاسیای آنها را از روسیه برآورد. دادگاه نویای ترویسکی حکم تا 90 روز آینده در بازداشتگاه مهاجران نگاه داشتن این مهاجران تاجیک و ازبک و اخراج آنها را صادر کرد. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 6 ایون بعد پلیس گفت که از بین شهروندان تاجیک بعد آن زنوزنی دستگیر شده تنها 23 نفرش را از روسیه اخراج میکنند. قرار دپورتاسیای آنها با نظر داشت قبلا هم ویران کردن قاعده های بود و باش در کشور میزبان صادر شده است. شرح دادن در سفارت بنا به خبرها زنوزنی گروهی صبح 1 اپریل بین مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان در محل ساختمان بنای استقامتی گرانبهای ژک سرس استالیتسه از مناقشه ناچیز بین دو مهاجر سر شده است. گفته میشد گویا یک کارگر تاجیک یک کارگر دیگر ازبکستانی را دورک یا احمق گفته است و بعد آنکه این دو نفر دست به گریبان شدند مهاجران باقی مانده هم به مناقشه امر شدند. بنا به اطلاع اگنتی مهاجرت بیرونی ازبکستان در پی زنوزنی در مرکز مسکو 41 کارگر از تاجیکستان و 85 نفر از ازبکستان بازداشت شدند. رسانه‌های روسی خبر دادند که کارمندان پلیس به جای حادثه آمده طرف‌های درگیر را جدا کردند. خوشبختانه کسی آسیب ندیده است ولی در پی آن زنوزنی 126 نفر را دستگیر کرده با اتهام می دعواباشی به جوابگری کشانیدند. حالا مهاجران را برای اشتراک در زنوزنی‌ها می توانند از روسیه اخراج کنند. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی‌ها بین مهاجران در منطقه‌های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی‌ها بهرمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم می‌کنند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با نشر 5 عکس از جای حادثه از یک صدمه مدهش در مرکز دوشنبه خبر داد. در این صدمه 2 جوان هلاک و 9 نفر زخمی شدند. جوانان هلاک شده هر دو همگی 18 سال داشتند. بنا به گزارش کمیته ایالت‌های فوق‌العاده صبح 5 ایون سال 2022 ساعت 09:16 دقیقه و قسم نوبداری این کمیته در رابطه با یک صدمه در مرکز دوشنبه خبر دادند. کارمندان ریاست ایالت‌های فوق‌العاده پایتخت به جای حادثه رفته معاین کردند که راننده ماشین سبکرفت تمغه تویوتا کمری ساکن 18 ساله دوشنبه در بالای پل پوتوفسکی از عهده اداره ماشین برآمده نتوانسته به اتوبوس شهری مسافرکش برخورده است. در نتیجه راننده تویوتا و یک مسافرش که او هم همگی 18 سال داشته ساکن پایتخت بوده است در جای صدمه جان باخته. 9 مسافر اتوبوس جراحت‌های گوناگون برداشتند. مجروحان را به مرکز ملی طبی شفابخش انتقال داده نجات بخشان با استفاده از تجهیزات مخصوص جسدهای 2 جوان هلاک شده را از ماشین تویوتا بیرون کشیده به مقامات حفظ حقوق سپاریدند.
роҳҳои тоҷикистон аз лиҳози шумораи садамаҳо пурхатар шумурда мешаванд. бино ба омори расмӣ соли 2021 бар асари 1102 садамаи нақлиётӣ дар роҳҳои ин кишвар 395 нафар ба ҳалокат расида, 1218 нафар ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштанд. суръати баланди ҳаракат ва риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳо, ҳамчунин роҳҳо ва мошинҳои фарсуда аз иллатҳои умдаи садамаҳо, аз ҷумла садамаҳои марговар дар роҳҳои Тоҷикистон ном бурда мешавад. вале Парвиз ТВ бо нашри видео аз маҳаллаи садама ва видеоҳои қаблии ронандаи Кемри навишт, ки ин ҷавон соли таваллудаш 2004 дуздори бо суръати баланд рондани мошин буда, мошинрониҳояш бо суръати баландро ба навор гирифта дар саҳифаи худ дар Инстаграм нашр мекардааст. тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.